سلام، خیلی خوش آمدید. متولدین فروردین، به زودی تدارک یک مهمانی بزرگ را خواهید دید. از بین اطرافیانتان شخصی را که دوست واقعی شماست بشناسید و مهمانیتان را نثار او کنید. مطمئن باشید همه آنهایی که خود را دوست شما می‌خوانند در حقتان وفاداری نمی‌کنند. به سفری پرخیر و برکت می‌روید و درس عشق را در آن سفر می‌آموزید. بهتر است چند روزی استراحت کنید تا به آرامش دست یابید. متولدین اردیبهشت، در برخورد با شخصی بهتر است شوخی را کنار بگذارید و جدی‌تر برخورد کنید. جابجایی‌تان حتمی است و مکان جدید برایتان بسیار خوش برکت است. در همه حال با خودتان رو راست باشید. شک و تردید به سراغتان می آید. اول تحقیق کنید و بعد حرف بزنید. لیستی از کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید، وگرنه همین هفته کاری بسیار مهم را فراموش خواهید کرد. متولدین خرداد، در کوران حوادث و بلایای این روزها ناامید نباشید، زیرا بالاخره به مقصد و هدفتان خواهید رسید. کافی است مصیبت‌ها و گرفتاری‌های وارد آمده این اواخر را کمی طولانی‌تر تحمل کنید. تجربه کسب کنید تا زمان پیروزی لذت بیشتری ببرید. با شخصی که مدت هاست از او بیخبرید دوباره ارتباط برقرار می‌کنید. این اتفاق را به فال نیک بگیرید. متولدین تیر، در مورد نیتی که در سر دارید مطمئن باشید به مرادتان می‌رسید. فرزندی وارد خانواده می‌شود که قدمش بسیار مبارک است. خبرهای خوشی می‌شنوید. پول در دستتان باقی نمی‌ماند. شما آدم ولخرجی هستید، اما بهتر است کمی به فکر پسنداز باشید. برای رفع مشکلی جزئی به آن احتیاج پیدا خواهید کرد. بهتر است دستتان خالی نباشد. متولدین مرداد، روز فرخنده‌ای که منتظرش هستید به زودی خواهد رسید. این پاداش صبر و امیدواری خودتان است. شخصی برای درخواست کمک به سراغتان می آید. حواستان باشد از هر دست بدهید، از همان دست باز پس می گیرید. برای انجام کاری بیهوده امروز و فردا می کنید، دل به دریا بزنید و حرف دلتان را بگویید. شگفت زده خواهید شد. متولدین شهریور، شرط عقل است که زندگی را با اعتدال و میانه روی سپری کنید و از آنچه در گذشته رخ داده غافل نشوید تا به موفقیت برسید. به عهد و وفای خودتان وفادار بمانید تا دوستان هم شما را فراموش نکنند. بحث و درگیری پیش می آید، به اعصاب خود مسلط باشید. زیاده روی در توضیح کاری به شما بلا می رساند. بهتر است گزیدگو باشید. متولدین مهر، بهتر است هرچه می خواهید از خودتان طلب کنید و توقع داشته باشید. از دست بنده خدا کاری بر نمی آید. بدهیتان را زودتر بپردازید. با تلاش گره ها باز می شوند، به شرط آنکه سعی نکنید گرهی که با دست باز می شود را با دندان باز کنید. تغییرات کوچکی در زندگیتان پیش می آید. بهتر است چشم و گوشتان را باز کنید. متولدین آبان، یک بحث خانوادگی به شدت اعصابتان را به هم ریخته. با خودتان صادق باشید. شاید حق کاملا با شما نباشد. مسائل را با هم قاطی نکنید. برخلاف انتظارتان سودی حاصلتان نمی کند. خودتان را آماده سفر کنید و سعی کنید بسیار به شما خوش بگذرد. بهتر است برای حل مشکل مالی پیش آمده خودتان به فکر راه حل باشید. متولدین آذر، پایان شب سیاه سپید است. روزگار فراز و نشیب‌های زیادی دارد. از شکست و ناکامی‌ها ناامید نشوید.
به جای خودخوری و افسوس چشم و گوشتان را باز کنید و فرصتی که پیش آمده را غنیمت بشمارید و از آن پلکانی بسازید برای دست یافتن به آرزوهایتان. قدر شخصی دلسوز در اطرافتان را بدانید. بسته‌ای دریافت خواهید کرد که بسیار خوشحالتان می‌کند. متولدین دی، در مورد یک رابطه عاطفی به خودتان یک فرصت دیگر بدهید. یک کار نیمه تمام بالاخره تمام می شود و شما می توانید نفس راحتی بکشید. این چند روزه بهتر است غم و اندوه را دور بیاندازید و اوقاتتان را به بررسی پیشنهادی که می توانید بدهید بگذرانید. آنچه که رفته دیگر بر نمی گردد. آنقدر دست نکنید که این فرصت هم از دست برود. متولدین بهمن، هر کاری می‌خواهید انجام دهید بهتر است سریع تصمیم بگیرید و اقدام کنید. شما آدم موفقی هستید. یکی از اقوام نزدیک نیاز به کمک شما و خانواده‌تان دارد. نگران مسافری که راه دور دارید نباشید. حالش خوب است. منتظر خبر خوشی باشید. در مورد مسئله کاری خیلی چیزها به زودی برایتان روشن می شود و نگرانی هایتان از بین می رود. متولدین اسفند، کافی است کمی تحقیق کنید. با عجله تصمیم نگیرید وگرنه از نتیجه تصمیمی که خواهید گرفت خوشحال نخواهید شد. رفاقت ساختنی است. سعی کنید برای داشتن رفاقای خوب در رفتارتان با آنها صادق باشید. در سختی پیش آمده این روزها صبر پیشه کنید، چون برخلاف انتظارتان نتیجه بسیار خوبی برای شما خواهد داشت.